آقای دکتر، شما در جریان مسمومیت دختران دانش آموز هستید؟ ای آقا، من رئیس جمهورم، مدیر مدرسه که نیستم. حالا توی مدرسه یه ساندویچ مونده بوده، یه نفر مسموم شده. این آخه مسئله است؟ این همه موضوع مهم و حیاتی داریم ما. آقای دکتر، یه مدرسه چیه؟ یه نفر کدومه؟ 400 تا مدرسه است. اولا این شایعات دشمنه، بهش دامن نزنید و توجهی بهش نکنید. ثانیا 400 تا باشه، اصلا 1000 تا مدرسه باشه. من همون کسی هستم که قول دادم سالی 1 میلیون مسکن میسازم. هیچ غلطی هم نکردم. بعد تو من از 400 تا مدرسه میترسونی؟ آقای رئیسی، این همه دختر دانش آموز مسموم شدن، آخه پشت این داستان چیه؟ اولا آقای رئیسی نبا حضرت آیت الله دکتر رئیسی بگو دهن دارت کنه. ثانیا اگه دانش آموزا پسر بودن باز یه چیزی. ثالثا من چه میدونم پشت داستان چیه؟ حتما دست عیادی استکبار دیگه. شایدم اگه حجابشون رو رعایت میکردن اینجوری مسموم نمیشدن. اما از این قضیه بوهای مشکوک به مشام میرسه. خب بو نکن برادر من، بو نکن. وقتی بوی مشکوک میده مگه مجبوری بوش کنی؟ نکنی میخوای مسموم بشی؟ یعنی شما هیچ راه حلی ندارید؟ چرا نداریم؟ بنده 1000 تا راه حل دارم. راه حل اول اینه که مدرسه های دخترونه رو ببندیم. راه حل دوم اینه که دخترها اصلا از خانه بیرون نروند. راه حل سوم اینه که مدارس دخترونه رو تبدیل به پایگاه بسیج کنیم. تو هر کدومشون هم 6 تا طلبه بفرستیم. اینهایی که دارید میگید طرح مقابله با مسمومیت یا طرح مقابله با دخترای دانش آموز؟ ای بابا چقدر شما خنگید. فکر کردم خودم خنگم. مسمومیت خودش طرح ما برای مقابله با دخترای دانش آموز. بابا گشت ارشاد رو انداختیم جواب نداد، زدیم جواب نداد، گرفتیم جواب نداد، کشتیم جواب نداد، آخرش رسیدیم به همین. این طرح دانش بنیان ما برای مقابله با دختران دانش آموزه. باز هم سوال دارید یا بگم مسمومتون کنم؟